таркиши мошини ҳомили гази моеъ шоҳроҳи Душанбе ваҳдат барои чанд соат масдуд шуд. طبق قانون نوخطنا تا 20 روزگی کودک و با روزگی والدین در بیمارخانه ها باید رایگان انجام شود. ختنگران در فکر شغل دیگر شدند. رئیس برای اونجا بس تمام اساسات من کردگیم نه که چه پیش بود خیب نمیره. و زن روس بعد اجرای حکم دادگاه و پرداخت جریمه به وطنش برگشت. تاتیانا خوژینا میگوید تا حال به خود نیامده است. Все эти 2 месяца просто вот ожидания. طول این 2 ماه در انتظاری خبری ناخوب پشت سر شد. من در بندهای قانون سرفهم نمیروم ولی وقتی گفتند از روی ماده قاچاق خیلی ترسیدم. امروز در شهر وحدت ترکیش یک ماشین حامل گاز مایع باعث برای چند ساعت بسته شدن یکی از شاهراهای مهم کشور شد. شاهدان حادثه به خبرنگاری رادیو آزادی گفتند ظاهرا ماشین هنگام ترکید که مواد سوخت از ظرف ماشین به انبار گاز انتقال داده میشد. در چند روز اخیر این بار دوم است که ماشین حامل مواد سوخت میترکد. شب 31 و 31 آگوست در منطقه هوشیاری ناحیه ورزاب در پی آتش گرفتن چرخ ماشین ظرف 10 تنه گاز ترکید. ضمن شورای وحدت مرکزی تاجیکستان را با جنوب و شرق کشور میپیوندد و در صورت باز شدن این را تا انجام برنامه شما را در جریان میگذاریم. مقامات تاجیکستان انتقال مبلغ را به خارج کشور محدود کردند. طبق دستور بانک ملی از این بابت شهروندان تاجیکستان دیگر حق ندارند که به شهروندان خارجی پول فرستند. از روی مقررات جاری شده شهروند تاجیکستان هم تنها در صورت نشان دادن شناسنامه تاجیکی حق گرفتن پول را دارد. این یک تبعیض مالیوی است که شهروند تاجیکستان به شهروند خارجی پول فرستاندن نمیتواند. من میفهمم وقتی برای انتقال پول کلان فرض کردیم از 10,000 سامانی بالا محدودیت ایجاد می شود. نظارت سراسری در نسبت پولهای شخصی جاری شده است و من نمیتوانم به خارج پول فرستانم. یعنی نمیگذارند که شخص پول حلال خودش را آزادانه خرج کند. هنوز مقامات مسئول این موضوع را شرح ندادند ولی ظاهرا این اقدام تحت فشار عامل کم شدن پول نقد در داخل کشور و تهدیدهای سرمایه‌گذاری سازمان‌های افراطی و تروریستی صورت گرفته است. تا این زمان یک شهروند تاجیکستان به شهروند خارجی توسط سیستم‌های انتقال پول در یک روز حق داشت تا $3,000 مبلغ انتقال دهد. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. خبرنگاری آذری خدیجه اسماعیلова در صحبت ویژه با رادیو آزادی با اشاره به یک تحقیقات تاکید می‌کند که حکومت آذربایجان برای دادن رشوه به منصبداران اروپایی و خریدن اشیاء گرانبها نزدیک 2 میلیارد و 900 میلیون دلار تخصیص داده است. اسماعیلова که یکی از مؤلفان تحقیقات طرح گزارش در مورد جریمه‌های سازمانی یافته و فساد مالی است می‌گوید این مبلغ می‌بایست در دوام 2 سال مصرف شود. این مبلغ‌ها را در صورت حساب نگاه نداشته در حال به یگان سو انتقال می‌دادند. قسمتی از آن پول‌ها به جیب سیاستمداران اروپایی و روزنامه‌نگاران رفت. بخش دیگر پولشویی شده به شرکت‌های آفشوری که به خانواده‌های ثروتمندان دخل دارند انتقال یافتند. یک مقدار دیگر برای خریداری اشیاء گرانبها صرف شد. انجام پژوهش فساد مالی که به رده‌های بلندی حکومت داخل می‌کند در کشوری چون آذربایجان برای خبرنگار خطرناک است. این هم در حالی است که خدیجه اسماعیلова الکی 17 ماه را در زندان سپری کرد و ماه می سال گذشته به آزادی برآمده است. پرونده اسماعیلова را بسیاری‌ها همچون پاداش گزارش‌هایش درباره فسادکاری میان منصبداران بالایی آذربایجان از جمله احتمال سوء استفاده مالی پرزیدنت ایلهام علیف و اعضای خانواده وی ارزیابی می‌کنند. اما خدیجه میگوید از مبارزه دست کشیدنی نیست. یکم این که باید با تحقیقات ادامه داد و این درست است. حقیقت گویی و تحقیق جنایت عملی درست است و باید اون رو انجام داد. دیگر این که من به نتیجه باور دارم. من یکی از محققان در رابطه با مبلغ‌های مصری بودم و میدونم که نتیجه‌های مشخص به دست آمد. بخشی از این مبلغ‌ها به بودجه مصر بازگردانیده شد. من اطمینان دارم که در آذربایجان هم عین همین کار می شود. چنانه که مثلا حالا در ازبکستان به عمل آمد و خانواده کریموف با احتمال بیشتر مجبور می شود که مبلغ‌ها را برگرداند. مسئله تنها سر این نیست. گپ سر این که فساد در آذربایجان سرایتی شده است و آن سازمان‌های بین‌المللی را سرایت زده کرد. از این خاطر موفقیت تحقیقات خیلی بروقت‌تر از آن که در مصر و ازبکستان بود
احساس خواهد شد. من امیدوارم که سازمان‌های بین‌المللی به معیارهای خود صادق میمانند و تحقیقات را در نسبت سیاستمدارانی که با راه ماشین پولشویی از حکومت آذربایجان مبلغ دریافت می‌کردند آغاز می‌نمایند. شکل مکمل صحبت و گزارش مفصل را در این موضوع میتوانید در وبسایت ما www.azadi.org پیدا کنید. طوفان ایرما هزاران نفر را در کشورهای منطقه کریب بیخانه و در کرد. در جزیره های خرد این منطقه 10,000 نفر کشته، هزاران خانه به زمین یکسان شد. این ویدیوی طوفان از ایستگاه بین‌المللی کیهانی برداشته شده است و مقامات آمریکا میگویند طوفان به سمت ایالت فلوریدا حرکت دارد و ممکن است در آنجا هم خرابی و فلاکت زیاده به بار آورد. برمیگردیم به تاجیکستان. وزارت تندرستی تاجیکستان ترتیب گذراندن عملیات ختنه کودکان را معین کرده است. طبق آن ختنه تا 20 روزگی کودک و با روزگی والدین در بیمارخانه ها باید رایگان انجام شود. ماه گذشته پارلمان تاجیکستان به قانون تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها تغییرات وارد کرد که بر اساس آن ختنه پسران تنها در بیمارخانه و مراسم ختنه در دایره عائله برگزار می شود. شادمانی یتیم و مولا رجب یوسفی اجرا شدن ترتیبات نو را مشاهده نمودند. اینم همین که ممکن پدرمو که 1 میلیون بریده باشه یک تحقیقاتی. معروف حیدرو که 20 سال به ختنه کودکان مشغول بود، حالا این کسب را کنار گذاشته است. ختنه را از پدر و بابا کلانش یاد گرفته است. مردم شمال دوشنبه اکثرا برای ختنه کردن پسرانشان اوستا آچل پدر معروف را دعوت میکردند. با درگذشت پدر معروف کسب او را ادامه داد. این خانواده به مثل دیگر خانواده های ختنگر میان مردم شهرت دارد و از همین حساب برای زندگی پول به دست می آورد. قریب 18-20 سال میشه این کار کردیم. نه من خیلی کوزی طرف ممکن نیست این حساب برای اونجا بس تمام استاسد من کردگیم. نه بر اساس قانون اصلاح شده تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها از این پس ختنه تا 20 روزگی کودک و در شفاخانه انجام داده می شود. مردم تاجیکستان این سنت را 100 ساله ها باز در خانه انجام می دادند. بعضی ها می گویند من این ختنه در خانه کاری درست است. در وقتای ما در وقت کودکی بودن در خانه ختنه سر میکردن، حاضر خوبتر شد در بیمارخانه دکتر دم ختنه سر میکردن. ای پسر ما بانیسته دکاگیم نه دیگون پول داگی نیست. مثال میرد همون دکتر دو نیکویم باشه میکنن خانه به میکردن. اوستا آمد در ما خانه شوکش میبرید و میرفت. خواهی اکو چیزی تازه می ناتازه کتی میبرد نمیبرد و پخته میماند و خدا میمون هفته هاش کتی نقض نمیشود. حالا والدانی را میبینیم که پس در بیمارستان ها برای ختنه کردن فرزندانشان نوبت میپایند. طبیبان میگویند من این ختنه در خانه ضرور بود، زیرا احتمال سرایت بیماری ها از کودکان ختنه شده به کودکان دیگر وجود داشت. دیگر اینکه ختنه عمل جراحی است و بغیر از طبیب کسی دیگر حق انجام دادن آن را ندارد. اگر که این عملیات از جانب اوستا اجرا کرده شود، یگان خیل به حس گردانی همون بیمار گذرانده نمی شود. این یک خودش یک صدمه برای عصبی همون طفلکان است. ختنه حتمی در شفاخانه ها در تاجیکستان از ماه اوگوست و بعد قبول قانون نو در برای تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها شروع شد. بغیر از من این ختنه در خانه دیگر والدان حق ندارند ختنه توی برگزار کنند. طوری معلوم ختنه در میان مردم مسلمان تاجیکستان حتمی است و طبق قاعده های اسلامی باید تمام پسران ختنه کرده شوند، ولی دیگر نه در نزد اوستا. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه. گذرگاه دوستوک در مرز میان ازبکستان و قرقیزستان بعد یک روز سفر رئیس جمهور شوکت میرزیویف به بیشکک رسما افتتاح شد. مقامات دو طرف روز 6 سپتامبر گفتند که افتتاح گذرگاه امکان میدهد ساکنان نواحی نزد مرزی بدون پیشنهاد تلگرام به منطقه های یکدیگر سفر کنند. در گذشته مردم نواحی نزد مرزی برای رفتن به خانه نزدیکانشان در ازبکستان به تلگرام برای توی یا دفن نیاز داشتند.
شما برنامه خبری تلویزیون آزادی را تماشا دارید. تاتیانا خوژینا، یک شهروند روسیه که در دادگاه تاجیکستان برای قاچاق تنگه دوره پادشاهی عیبدار شد، دیروز با دخترش به وطن برگشت. او تنها بعد از پرداخت یک مقدار جریمه توانست تاجیکستان را ترک کند. تاتیانا خوژینا میگوید زمان رخصتی برای دیدار با نزدیکانش به تاجیکستان آمده بود و هیچ تصور نمیکرد که این سفرش به دردسر میپیچد و طولانی میشود. تاتیانا خوژینا، شهروند روسیه، قبل از پروازش به مسکو گفت که با وجود 64 روزی ترس و هراس از کس آزرده نیست. بحث دادگاهی او در دوشنبه 2 ماه ادامه کرد. برای تلاش به روسیه انتقال دادن تنگه قدیمه سال 1824 که $4 ارزش دارد، به او تا 6 سال زندان و جدایی از دختر نابالغش تهدید میکرد. بی گفتگو این یک حادثه دهشتناک و دردناک بود. در این مدت به ذهنم هیچ فکری خوب نمی آمد. طول این 2 ماه در انتظاری خبری ناخوب پشت سر شد. من در بندهای قانون سرفهم نمی روم، ولی وقتی گفتند از روی ماده قاچاق خیلی ترسیدم. دادگاه تصمیم گرفت که به تاتیانا نه مهلت زندان بلکه جزای مأموری پیش بینی کند. مبلغ جریمه $800 تعیین شد. کارشناسان میگویند صادر شدن چنین حکم سبک تنها به خاطر رسانه‌ای گشتن قضیه امکان پذیر شد. همچنین به شرافت انعکاس حکم دادگاه در وسایط اخبار عامه افراد پیدا شدند که مبلغ جریمه را پرداخت نمودند. با حکم دادگاه عملا افکار عامه تاثیر رساند که فعالانه در بحث این قضیه شرکت داشتند. خبرنگاران نیز این جریان را منعکس کردند. نسخه خلاصه دادگاهی را که بدون آن خوژینا حق نداشت تاجیکستان را ترک کند، باید به او در مدت 3 روز پس از اعلان شدن حکم یعنی 21 آگوست میدادند، ولی او تنها 1 روز قبل از پرواز این سند را دسترس کرد. من چند بار به نزدشان وکیل دفاع را فرستادم. دیروز مجبور شدم که خودم بروم و برایشان گفتم که تا ساعت 1 خلاصه دادگاه در دست من باید باشد. بعد این آنها در ساعت 1 به من خلاصه را دادند. تا این دم نمیدانم چرا آنها این کار را طول میدادند. از نگاه کارشناسان به چنین بحث‌های دادگاهی در تاجیکستان نامکملی نظام دادگستری باعث می شود. نقش وکیل دفاع از میانروی بین دادرس و شخص متهم عبارت شده است. ارگان правосудия эффективно осуществляет свою در مجموع ما نمیتوانیم بگوییم که فعالیت مقامات دادگاهی قناعت بخش است. این پیش از همه به سیاست نادرستی کادری و هم وجود فساد در این ساختار بستگی دارد. Следователи, прокуратура и так далее, коррупция и неправильная кадровая политика. فردا تاتیانا خوژینا به کار میبراید. او متخصصی کارخانه مرغ پروری در شهر ریبینسک است. او از تاجیکستان نه تنها خاطرات ناخوش بلکه نیکی و کمک مردمی عادی را نیز با خود خواهد برد. و یک خبر دیگر هم داریم. باغ جانوران تاجیکستان صاحب 2 اسب نوپانی و چند نمود مرغ‌های گوناگون شده است. این جانوران را برای عوض 2 کرگس سیاه و 2 عقاب سفید سر از قزاقستان به دوشنبه آوردند. نمایندگان باغ جانوران شهر دوشنبه میگویند تبدیل جانوران 1 ماه پیش صورت گرفته است. این یک جفتی از پای پانی کم خوراک بوده، سر حرکت و با قوتند و در کشورهای دیگر همچون بورکش نیز استفاده میشوند. باغ حیوانات دوشنبه بزرگترین باغ جانوران در تاجیکستان در سال 1961 در عهد شوروی ساخته شده است. عین زمان در این باغ 800 جانور از جمله شیر و ببر و میمون، خرس و نوع‌های مختلف پرندگان نادر نگهداری میشوند. با این خبر برنامه امروز را انجام میدیم، ولی شما میتوانید مطالب بیشتر از این را از سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی پیدا کنید. www.azadi.org. صفحه های ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی در خدمت شماست. کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نیز ما فردا شما را در همین وقت انتظاریم. خدا نگهدار هر یک شما.